No. But it's Anyway, I bought the umbrella. Yes. How are you? Well, I'm fine. I never used the word exile. This is not my home. My home is where I find freedom. Sometimes I like films by people who are unknown. I like novels. Sometimes I admire a novel by a writer unknown. I never dyed my hair. I never put makeup because my philosophy is, why should I do that? You know, the publisher used to make sensational and to put a woman veiled, to show her eyes only, and this gives the impression that I write about the veil. You should send me some photos, okay? The only thing that helped me to survive was the pleasure of writing, you know. This pleasure is more than sex. Azadeh means freedom. 78 سال است. توی روستای کوچیکی در کرانه رود نیل در مصر به دنیا اومده و از زمانی که خودش رو شناخته منتقد دولت انور سادات و حسنی مبارک سومین و چهارمین رؤسای جمهور مصر بوده. نوال سعداوی در جوانی پزشک و روانشناس مصری بود که به دلیل مخالفت با سیستم حکومتی در دوره حسنی مبارک به زندان افتاد و به مدت 5 سال اسمش در فهرست گروه‌های بنیادگرای تروریستی در صدر فهرستی قرار گرفت که باید کشته می‌شد. نام نوال سعداوی در مصر، جهان عرب و جهان غیر عرب به عنوان یک فعال اجتماعی، فعال سیاسی، فعال حقوق بشر و حقوق زنان و نویسنده و محقق مطرحه. اون که بنیانگذار یکی از گروه‌های مهم زنان در مصر، یعنی جمعیت همبستگی زنان عرب، در کشور خودش مرتد و محارب شناخته شده. 2 ساله که نوال سعداوی خارج از کشور خودش در آمریکا زندگی و کار میکنه. از اون میپرسم نوال سعداوی خودش رو پزشک میدونه یا اکتیویست و فعال اجتماعی، روانشناس، فمینیست یا نویسنده؟ You have to say writer first. I'm going just to ask Yes, Nawal Saadawi, I am a novelist, fiction writer, I am a writer. اول باید بگین نویسنده. نوال سعداوی رمان نویس و داستان نویسه. عمده کتابای من رمان هستن و نمایشنامه. بعد از اینا میتونین هر چیز دیگه‌ای که میخواین اضافه کنین. Psychiatrist, feminist. من پزشکم، روانپزشکم، فمینیستم و فعال سیاسی. This is my character, my life since I was a child. کتابای مختلف نوال سعداوی از جمله زن در نقطه صفر، غائب، مردان و جنسیت، چهره برهنه زنان عرب، چهره پنهان حوا، زنان و جنسیت و 10 اثر دیگه از این نویسنده تا به حال دست کم به 30 زبان ترجمه شدن. بیشتر این کتاب‌ها بر محور زنان تاکید دارن، اما نوال سعداوی که با 40 کتاب در قالب رمان و داستان کوتاه و حتی تحقیق در دنیای ادبیات نام شناخته شده‌ای، در ایران بیشتر به یک عنوان شهرت و محبوبیت داره. Feminist. Not a novelist. You see, this is a mistake. میبینین این اشتباهه. اگه به فهرست آثار من نگاه کنین میبینین بیشتر کتابای من رمان هستن. Feminism is so acute. اما چون فمینیسم این اندازه حاد و مزمنه، یک رمان خیلی در اون حد و اندازه ملایم محسوب میشه. تعبیر ادبیش ملایمه. تأثیر یه رمان تأثیری دور و بعیده. Over the years, but the effect of feminism, you know, is acute. این نویسنده معتقده که این رسانه ها هستن که روی فمینیست بودن اون بیش از حد تاکید میکنن. The result is immediate. It's prison. It's deathless list. It is. رمان تأثیرش رو طی سالها میگذاره، اما فمینیسم تأثیری فوری داره. You know, when I am in prison, the media is very much interested. وقتی من زندان هستم خیلی رسانه ها به موضوع علاقه مندن، ولی وقتی رمان می نویسم این علاقه به اندازه توجه به قضیه حاد زندان یا دادگاه رفتن نیست. The media become interested and then the feminist movement take the issue. رسانه ها زمانی به موضوع علاقه مند میشن که جنبش فمینیستی قضیه رو مطرح میکنه. فمینیسم یعنی زندان، یعنی فهرست اعدام، یعنی دادگاه، یعنی مبارزه.
موضوعاتی که خیلی برای رسانه ها جذابه. بنابراین چرا کلمه فمینیسم رو به کار میبرین در حالی که زیاد از این کلمه راضی نیستین؟ Struggle for justice, equality, freedom, love. That's feminism. فمینیسم برای من مسئله عدالت و تلاش و مبارزه برای عدالته. برابری یه زن و مرد، برابری میان طبقات، برابری کشورهاست. این هدف هر نویسنده‌ایه. چرا رمان می‌نویسم؟ چون عدالت رو میخوام. عدالت، آزادی، عشق رویای منه. برای من کلمه فمینیسم مثل یه جنگله. من سخت از بی‌عدالتی و نابرابری آزرده خاطرم. در نتیجه خشمگینم، میخوام چیزی بنویسم و به نوعی مبارزه کنم. پس نوشتن من همون مبارزه با نابرابری و بی‌عدالتی است. دکتر سعداوی قبل از انقلاب ایران 3 بار به ایران سفر کرده و بین صحبتاش چندین بار حکومت جمهوری اسلامی رو با حکومت مصر مقایسه میکنه. از اون میپرسم چقدر درباره فمینیستای ایرانی میدونید؟ فعالان حقوق زنان ایرانی رو چقدر میشناسین؟ I met Shireen Abadi in Duke University last April and I don't think she's a feminist. بعضی‌ها رو میشناسن. شیرین عبادی رو در ماه آوریل گذشته در دانشگاه دوک در آمریکا دیدم. فکر نمی کنم شیرین عبادی فمینیست باشه، اما او به نوعی در نظراش پیشرو بود. Now doing films, trying to do something, fighting against backwardness. So there is some progress. درباره ایران و زنان ایرانی که هم خوندم و میدونم زنان ایرانی الان فیلم میسازن و با عقب موندگی مبارزه میکنن. 2 ساله که سعداوی در تبعید زندگی میکنه. اون استاد دانشگاه آتلانتا در آمریکاست. چاپ کتابهاش در کشورش مصر ممنوعه، ولی اون همچنان فعاله و در محافل حقوقی و رسانه‌ای جهان عرب و خارج از عرب فعالیت میکنه، به نحوی که انگار در کشور خودش زندگی میکنه. اما اون در مورد این نوع زندگی میگه First of all, I never used the word exile. من هرگز کلمه تبعید رو به کار نمیبرم. من در تبعید زندگی نمی کنم، چون برای من وطن قطع زمین نیست که بر روی اون متولد شده باشم. وطن یا خونه خانواده بیولوژیک من نیست. گاهی اوقات حتی در کشور خودم احساس آوارگی و بیخانگی می کنم. Sometimes I feel even homeless in my country. وقتی به من ستم میشه یا به زندون میافتم، وقتی مردم محکومم میکنن یا منو به دادگاه میکشونن، وقتی دولت من به من ظلم میکنه، گاهی اوقات در خونت احساس غربت میکنی. بستگی داره هدفت در زندگی چی باشه. Sometimes you feel at home in other places with other people. It depends what's your aim in life. Because my aim in life is to write good novels. هدف نوال سعداوی در زندگی رمان نوشتن بوده. از اون پرسم شما میگید وطن جاییه که در اون آزادی، برابری، عشق و انسانیت رو پیدا میکنین، ولی آیا شما احساس میکنین که به اندازه‌ای که داخل کشورتون مفید بودین، خارج از مصر هم مبارزاتتون مفیده؟ فرقی نمیکنه. میشه همه جا مبارزه کرد. میتونم در راه هدفم همه جا بجنگم. پیشترها اینطوری نبودم. شاید چندین سال پیش من این تصور وسیع رو از وطن نداشتم. اما وقتی که کتاب‌هام تقریباً به همه زبان‌ها ترجمه شدن و با خوانندگانی برخورد کردم که آثارم رو در کشورشون خوندن، احساس در وطن بودن و مفید بودن میکنم. دکتر سعداوی معتقد آرایش یکی از بزرگترین صنعت‌های بردگی زنانه امروزه. او این سالها به موضوع حجاب مدرن و پست مدرن میپردازه. Makeup is a veil because you cover your face with powder. Plastic surgery is also you change your face. You know, you change totally. من حجاب زن رو با حجاب ذهن، حجاب جهانی و حجاب سیاسی مرتبط میدونم. When George Bush lies about the war in Iraq or the war in Palestine, this is a veil of the mind, veiling. همین دروغ‌هایی که جورج بوش درباره جنگ در عراق یا جنگ در فلسطین میگه، اینها حجاب ذهن هستند.
این فعال سیاسی و اجتماعی میگه که تا به حال آرایش نکرده و تن به این حجاب پسا مدرن نداده، با اینکه از کودکی به عنوان زشت‌ترین بچه بین خواهران و برادرانش شناخته میشده و حتی به اون لقب برده میدادن. I like my natural face because I like myself. You know, it's a matter of trusting yourself. من چهره طبیعیم رو دوست دارم چون خودم رو دوست دارم. مسئله اعتماد کردن به خودته. از دوران طفولیت ما از این اعتماد محروم شدیم از طرف خانواده ایمان، چون اونا معیارهای خاصی برای زیبایی داشتن و موقعی که با این معیارها سازگار نباشی تو رو زشت به حساب میارن. You know, my brain was an obstacle to my life. مغز من سد و مانعی در برابر زندگی من بود. این مغز مانعی بود برای من در راه داشتن یه ازدواج شاد یا پذیرفته شدن از سوی دولت. وقتی ذهنی خلاق داشته باشی ذهنت منتقده، خدا رو نقد میکنه، دین رو نقد میکنه، پدر مادرتون رو نقد میکنه، رئیس جمهورتون رو نقد میکنه. You criticize your religion. You criticize your parents. You criticize your president. سعداوی مدام تاکید میکنه زندگی بسیار دشواری رو به عنوان یک پزشک و روانپزشک گذرونده. خودش میگه که ازدواج خیلی سختی داشته. در نوشتن هم اوقات ناگواری رو گذرونده. وقتی از اون میپرسم آیا اصولاً از زندگیش لذت برده، میگه Tell me how you survive. تنها چیزی که کمک کرد زنده بمونم لذت نوشتن بود. این لذت بیشتر از سکس. من از زندگی خانوادگیم هیچ لذتی نبردم مگر از دخترم و پسرم، اما ذوق و لذت نوشتن بالاترین لذته. Help me to survive was the pleasure of writing. You know. نوال سعداوی یکی از استادان مدعو در سال تحصیلی 2007-2008 در رشته علوم اجتماعی و حقوق بشر دانشکده سپلمن در آمریکاست. از اون که در اروپا و آمریکا زندگی کرده، در حالی که همه آرمانش مبارزه برای برابری بوده، درباره چگونگی تبعیض در اروپا میپرسم. But Europe is still racist. در اروپا هنوز نژاد پرستی و تبعیض فراوانی بین اروپایی‌ها و مهاجران هست. دارند قوانین رو تغییر میدن تا مهاجران دیگه به اروپا نیان و اونا رو به عنوان نیروی کار ارزون استفاده میکنن. این به این خاطره که ما هنوز در نظام بردهداری پسا مدرن زندگی میکنیم. در امریکا هم همین وضعه. اما عموماً میشه گفت که زنان در اروپا و آمریکا از حقوق بیشتری برخوردارند تا در کشورهای ما مثل ایران یا مصر. That's because we are still living in the postmodern slave system. پخش تصویر یا هر نوع خبری از نوال سعداوی یا حتی سخنی در مورد اون از تلویزیون دولتی مصر ممنوعه. از اون میپرسم شما در مصر چه آزادی هایی دارین؟ I don't think we have freedom. فکر نمی کنم که ما در مصر آزادی داشته باشیم. دولت، پلیس و بنیادگراها ما رو کنترل می کنند و فقر. وقتی بیش از نیمی از جمعیت زیر خط فقر زندگی می کنند، هیچ نوع آزادی وجود نداره. ما آزادی فکری نداریم و آزادی اولیه رو هم نداریم به خاطر استعمار آمریکا. دولت مصر گفته که ما دموکراسی داریم، پس هر کسی میتونه در انتخابات با رئیس جمهور رقابت کنه. من اسمم به عنوان نامزد ریاست جمهوری در برابر حسنی مبارک ثبت کردم. چه اتفاقی افتاد؟ پلیس دنبالم افتاد، جلوی تبلیغات انتخاباتی هم رو گرفت و من انتخابات رو تحریم کردم. گفتم که دموکراسی دروغیه، آزادی وجود نداره. سعداوی سال پیش نمایشنامه تخیلی رو نوشت به نام خدا در جلسه همایش استعفا می‌دهد که نقد کتاب‌های مقدسه. اون 10 سال به مطالعه کتاب‌های مقدس پرداخته. اما این نمایشنامه توقیف شد و اون متهم به الحاد و این کتاب در کشورش پاره پاره شد. بعد از این مدت جمعیت اسلامی مصر در ماه ژوئیه 2008 از مقامات مصری خواست که دکتر نوال سعداوی رو به خاطر کفرگویی و توهین به دین و خدا تحت تعقیب قرار بدن. ناشر سعداوی در حال حاضر کتاب‌های اون یعنی سقوط امام و نمایشنامه خدا در جلسه همایش استعفا می‌دهد رو جمع‌آوری کرده. در ماه‌های اخیر این موضوع بین بنیادگرای مصری مطرح شده که چرا تا به حال سعداوی تعقیب نشده. Because my father graduated from Azhar and he told me God is not a book. پدرم همیشه به من میگفت که خدا کتاب نیست. خدا انجیل یا قرآن نیست. خدا بعد از ماشین چاپ پیدا نشده. خدا عدالت، آزادی و عشق. خدا وجدان ماست. در نمایشنامه‌ام درباره این وجدان و آگاهی صحبت کردم که خدای ما درون ماست
نه کتاب مقدس. و دولت از همین موضوع خشمگین شد، منو به دادگاه کشوند و میخواست ملیت و گذرنامه مصری رو از من سلب کنه. پس آزادی کجاست؟ آزادی نوشتن کجاست؟ ولی من در این دعوای دادگاه برنده شدم، چون دادگاه واقعا عادل بود و گفتند ما در مصر آزادی نوشتن داریم و نویسندمون رو مجازات نمی کنیم و او آزاده. این نکته هم در اون شرایط بدون آزادی خودش مثبته. So we can say that there are some judges, some courts in Egypt that for freedom of thinking, and there are other groups, political groups who are against. میشه گفت که بعضی از دادگاه‌ها و قاضیان هستند که مدافع آزادی اندیشن و گروه‌های دیگه گروه‌های سیاسی هستند که مخالف آزادی اندیشن.